سلام، من دانیال هستم، راهنمای شما برای کورس زندگی جدید با عیسی مسیح. این کورس آموزشی شامل 7 قدم برای تازه و یا نو ایمانان می باشد. در این کورس ما 7 قدم داریم و در هر قدم 2 درس می داشته باشیم. این کورس با درس اول که تولد جدید و زندگی نوین می باشد شروع شده و به قدم هفتم با درس 14 کلیسا چیست ختم می شود. قوانین شرکت برای دوره آموزشی: 1. دریافت ویدیو، فایل PDF دوره آموزشی و لینک امتحان می باشد. 2. مطالعه درس ها و تماشای ویدیو و انجام دادن پارچه امتحان و فرستادن آن به معلم راهنمایتان حتمی و الزامی است. 3. مشارکت با معلم راهنما درباره درس مربوطه. 4. در صورت تمام کردن دوره 7 قدم با موفقیت مدرک پایان دوره برایتان داده می شود. کیست این نوجاتی که در آغوش مریم آرام خوابیده است، که ملائک سرودند برش آواز آسمانی. چرا در آخری پس از او آنجا که حیوانات هستند نیست جای برای آن پادشاه که داده گنج‌های این دنیا. خداوند از تو سپاسگزار هستیم برای که به ما فرصت میدی تا از کلام تو بشنویم و تغذیه شویم. خداوندا تو رو شکرگزار هستیم برای این کلام مقدست، برای روح القدوست خداوندا که ما را هدایت میکند. خداوندا از تو میطلبیم ما را هدایت بکنی، حکمتت را به ما ببخش خداوندا، تو بیشتر و بیشتر کلام تو را درک بکنیم. خداوندا برای عزیزانی که این درس را میشنوند میگیرن، خداوندا دعا میکنم تو قلبشان را، چشمهایشان را، گوشهایشان را لمس بکنی هر روز، تو کلام تو را بشنوند، درک بکنن و در زندگی هایشان کاربردی کنن. خداوندا زندگی های این عزیزان را در دستان تو می سپارم، تو از آنها محافظت بکن و با آنها باش خداوند. در نام فرزند یگانه عیسی مسیح طلبیدم، آمین. بله عزیزان، ما درس پنجم امروز شروع میکنیم که درس پنجم ما خانواده الهی هست که ما خانواده الهی را میشناسیم. عزیزان، همه قسمی که در درس‌های قبل ما یاد گرفتیم در مورد این که زمانی که ما یک ایماندار میشیم، عیسی مسیح را به عنوان خداوند خود میشناسیم، قبول میکنیم، پس ما به این 3 سوال جواب میدیم که سوال اول ما این است که از زمانی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کردیم، چگونه تحول در زندگی ما شروع گردید؟ بله عزیزان، ما میدانیم که زمانی که ما عیسی مسیح را قبول کردیم به عنوان نجات دهنده خود، ما فرزندان خداوند شناخته شدیم. بله عزیزان، و همچنان در سوال دوم میبینیم عزیزان که میگه که حال به کدام خانواده شما تعلق دارید؟ بله عزیزان، ما در درس قبل خواندیم که ما به خانواده الهی تعلق داریم، جزئی از خانواده الهی هستیم. در این خانواده جدید پدر شما چه کسی هست؟ پدر ما پدر آسمانی هست. خب عزیزان، پدر آسمانی ما میدانیم هر پدری که هر چقدر هم که بد باشد بازم فرزندان خود را دوست دارد. پس ما نظر به این تصویرها را میبینیم. کدام از این تصاویری که در پایان هستند نشان دهنده یک پدر نرمال هست؟ در این تصاویر میبینیم که در تصویر الف دختر از پدر خود غذا میطلبد، نان میطلبد، یا من گرسنه هستم.
و پدرش میگه که او رو با این سنگ میزنن و تصویر بی میگه که پدر من نان میخوایم، گرسنه شدیم، ماهی به من بده. پدرش میگه که این مار رو برش میده و پی میگه که تصویر پی میگه پدرم من واقعا گرسنه هستم و پدرش نان و ماهی برش میده. پس تصویر پی از تصویر پی نشان دهنده یک پدر نرمال هست. این سه نمونه تعالیمی است که مسیح خود در مورد محبت و دلبستگی پدر آسمانی ترویج داد. خب کدام یکی از اشکال بالا شرح محبت پدر آسمانی ما هست؟ بله، تصویر پی در زمانی که دختر گرسنه شده و از پدر خود غذا میخواد، پدرش بهش نان و ماهی میده. خب عزیزان، در صفحه بعدی میبینیم که عیسی مسیح گفت ای فرزندان ناخلف، شما میدانید که چطور به بچه‌های خود چیزهای خوب بدهید. فکرش را بکنید که تا چه حد پدر آسمانی شما به کسانی که از او سوال میکنند چیزهای خوب میدهند. این آیتی است از انجیل متی فصل 7 آیه 11. با در نظر داشت این آیت، پس آیا پدر آسمانی شما مهربان تر است یا پدر دنیوی شما؟ بله عزیزان، البته که پدر آسمانی ما. زمانی که ما انسان هستیم به فرزندان خود قدر محبت میکنیم، پس محبت پدر آسمانی ما چقدر عظیم است. یکی از اعمالی که فرزند خدا نباید انجام دهد خودخوری و فکر بیهوده است. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 6 آیه 31 میگه پس نگران نباشید، نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. بله عزیزان، پس در این آیت میبینیم که عیسی مسیح به 3 مورد به ما اشاره کرده که ما نباید در موردش فکر بکنیم و پریشان باشیم. و 3 مورد چی بود؟ بله عزیزان، 3 مورد این بود که در این مورد فکر نکنیم که چه بخوریم، چه بنوشیم و چه بپوشیم. بله عزیزان، در این 3 مورد بود. خب حتما شما فکر میکنید بسیار مشکل است که شما در این موارد فکر نکنید و پریشان نباشید، اما مسیح دلایل را ارائه میکند که خلاف آن را ثابت میکند. در انجیل متی فصل 6 آیه 31-32 ما میخوانیم که عیسی مسیح چنین میگه تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکنند، اما پدر آسمانی شما میداند که شما به این چیزها احتیاج دارید. بله عزیزان، پدر آسمانی ما میداند که ما به این چیزها نیاز داریم و او در فکر ما هست. ما نیاز نداریم که ما در این مورد پریشان باشیم و یا تفکر بکنیم. اگر خدا در قالب پدر آسمانی ما باشد، چه علت وجود دارد که ما نباید ناراحت باشیم؟ به دلیل ای که در آیت قبل چه خوانیم؟ به دلیل ای که او میداند. او میداند عزیزان. چی را میداند؟ که ما احتیاج داریم به همه این چیزها. او آگاه هست احتیاجات ما. حالا چرا که در شماره 6 از انجیل نقل شده هست را حفظ میکنیم و اضافه نام و بخش شمارش. پس عزیزان خانه خالی را نظر به آیه بالا پر میکنیم. پس نگران نباشید چه بخورید، چه بنوشید و چه بپوشید. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکنند، اما پدر آسمانی ما میداند، پدر آسمانی ما میداند که ما احتیاج داریم، که ما احتیاج داریم.
و این چیزها. بله عزیزان، زیرا پدر آسمانی ما میداند که ما به این چیزها احتیاج داریم. این کدام بخشی از انجیل بود؟ متی باب 6 آیه 31 و 32 بود عزیزان. بله عزیزان، پس نگران نباشید چه بخورید، چه بنوشید و چه بپوشید. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکنند، اما پدر آسمانی ما میداند که ما به این چیزها نیاز داریم. انجیل متی فصل 6 آیه 31 و 32. اگر فرزند خدا در موقعیت قرار گیرد که نداند از کجا به اندازه کافی غذا و پوشاک مهیا نماید، چه باید انجام دهد؟ جواب شما چیست عزیزان؟ از میان 3 جوابی که میبینید. الف، مطمئن باشد که پدر آسمانی او برایش تهیه میکند. ب، شروع به تفکر و پریشانی کند. پ، بیرون رفته و از هر کس میتواند دزدی بکند. بله عزیزان، ما باید مطمئن باشیم که پدر آسمانی ما برای ما تهیه میکند. پس جواب الف، مطمئن باشد که پدر آسمانی او برایش تهیه میکند. مطمئناً همان طوری که در درس قبل دیدیم، ما نیز باید به نوبه خود آن قسمتی از وظایفی که بر عهده داریم را انجام بدهیم. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه چیزها نیز به شما داده می شود. در انجیل متی باب 6 آیه 33 گفته شد. و عزیزان، پدر آسمانی قول داده است که آن بخشی که بر عهده او است را به درستی و راستی انجام می دهد و هر آنچه که مورد احتیاج ما هست را برای ما مهیا می کند. اما قسمتی که بر عهده ما هست، به عنوان فرزندان سربراه و مطیع خداوند، ما باید رابطه خودمان را با پدر آسمانی خود هرچی بیشتر نسبت به هر چیز دیگر ترجیح بدهیم عزیزان. بالاترین امتیازی که فرزند خدا دارد این است که او به مسیح ایمان دارد و به گفته‌های او عمل می‌کند. زیرا پدر آسمانی ما می‌داند که شما احتیاج به همه این چیزها دارید. پدر آسمانی ما می‌داند که شما احتیاج به این چیزها دارید عزیزان. اما انجیل مقدس فراتر از این را نیز درباره پدر آسمانی گفته است. به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. آیتی بود از عبرانیان فصل 13 آیه 5. در اینجا می‌بینیم که پدر آسمانی با پدر جسمانی که در بعضی مواقع حتی فرزند خود را نیز تنها می‌گذارد متفاوت است. و در اینجا دلیل دوم و دیگری را درک می‌کنید که به عنوان فرزند خدا نبایستی نگران و پریشان باشیم. این دلیل دوم و دیگر چیست؟ بله عزیزان، زیرا پدر آسمانی شما قول داده و گفته است که هرگز شما را ترک نخواهد کرد. بله عزیزان، پدر آسمانی ما هرگز ما را ترک نمی کند. بله عزیزان، ما در این قسمت ما برادران و خواهران جدید خودمان را میشناسیم در عیسی مسیح. شما می توانید صورت او را دیده و او را پدر بخوانید، همون طوری که کودک پدر خود را مخاطب قرار میدهد. او نیز دوست دارد که شما را فرزند خود بخواند. به هر حال در فامیل الهی همان طوری که ما دارای پدر هستیم، دارای برادران و خواهران نیز میباشیم. برادران و خواهران جدید ما چه کسانی است؟ نظر به این 3 بخش ما میبینیم که کدام یک از اینها خواهران و برادران ما هستند. الف، تمام کسانی که در وطن ما زندگی میکنند، تمام کسانی که دارای پدر جسمانی هستند. پ، تمام کسانی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنند. بله عزیزان،
تمام کسانی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنند خواهران و برادران ما هستند. خب چرا آنها برادران و خواهران جدید ما هستند؟ برای اینکه تمام کسانی که به مسیح ایمان آورند همانند خودمان مبدل به چی می شود؟ فرزندان خدا شدند. بنابراین همه ما یک پدر آسمانی داریم. پس چه کسانی برادران و خواهران جدید ما هستند؟ تمام کسانی که به عیسی ایمان دارند. بله عزیزان، تمام کسایی که به عیسی مسیح ایمان دارند خواهران و برادران ما هستند. در این دستور که مسیح به حواریون خود داده چگونگی رشته و پیوند ما را با خواهران و برادران جدیدمان چنین بیان می‌کند. در یوحنا فصل 15 آیه 12 این آیت هست که میگه حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید و همچنین که من شما را دوست داشتم. بله عزیزان، در این دستوری که مسیح به حواریون خود داده چگونگی رشته و پیوند ما را با خواهران و برادران جدیدمان بیان می‌کند. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 12 میگه که حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید و همچنان که من شما را دوست داشتم. بنابراین حکم چگونه روش و یا برخورد با کسانی که برادران و خواهران ما محسوب میشوند باید داشته باشیم؟ بله عزیزان، ما باید آنها را مانند که خداوند عیسی مسیح با ما محبت کرد ما آنها را محبت کنیم. ما باید با آنها مانند عیسی مسیح محبت کنیم. روش ما مانند روش عیسی مسیح است. وظیفه فرزند خدا این است که همه را دوست بدارد و نه تنها مسیحیان دیگر را. به هر حال در این درس ما راجع به محبت نسبت به یکدیگر در فامیل خدا صحبت میکنیم و این بدین معنا است که ما باید خواهران در خانه خالی خواهران و برادران مسیح خود را دوست بداریم. عزیزان، برادران و خواهران مسیح ما چه کسانی هستند؟ قسمی که در آیت خواندیم، در صفحه قبلی خواندیم، خواهران و برادران ما چه کسی هستند؟ کسانی که به عیسی ایمان دارند. ما در آیت بالا چه خواندیم؟ بله عزیزان، ما در آیت بالا ما خواندیم که حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید همچنان که من شما را دوست داشتم. پس نظر به او این خانه خالی را ما چگونه میتونیم پر بکنیم؟ چه حد باید یکدیگر را به عنوان برادران و خواهران مسیح دوست بداریم؟ تا چه حدی؟ به اندازه که عیسی مسیح، تا حدی که عیسی مسیح ما را دوست داشت. بله، تا اندازه که عیسی مسیح ما را محبت کرد. مسیح گفت ما باید یکدیگر را به طریقی که او ما را دوست دارد دوست بداریم، نه تنها خویشاوندان خود را بلکه همه افراد را. پس ما کدام یکی از این سه قسمت از افرادی هستند که ما باید دوستشان داشته باشیم؟ الف، فقط کسانی که با ما خوب هستند، نه آنهایی که به ما سختی میکنند. ب، فقط کسانی که ما را پذیرایی میکنند، نه آنهایی که به ما زخم میزنند. پ، همه افراد را، حتی آنهایی که دوست داشتنی و خوش اخلاق نیستند. بله عزیزان، همه افراد حتی ممکن دوست داشتنی نباشند، خوش اخلاق نباشند، ولی چون عیسی مسیح ما را همین گونه با همه بدیهای ما دوست داشت، با همه بدیهای ما را پذیرفت، ما هم باید دیگران را بپذیریم و دوست داشته باشیم. پس الف، چه کسانی برادران و خواهران جدید ما هستند؟ همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند. عیسی ایمان دارند. همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند خواهران و برادران جدید ما هستند. در ارتباط با آنها چگونه رفتار باید بکنیم؟ چی رفتار باید از خود نشان بدهیم؟ رفتار مانند
عیسی مسیح. محبت و عشق را به طریقه‌های مختلف می‌توان نشان داد. در مورد پدری که نان و ماهی را به دختر جوان خود داد، دختر جوان چگونه می‌تواند محبت خود را نسبت به برادر کوچکتر خود انجام بدهد؟ اما محبت را که پدرش به او داد، چطور می‌تواند که با برادر خردتر از خودش باید نشان بدهد؟ الفان را باید با برادر خود تقسیم بکند، همه آن را به خودش نگه دارد، یا می‌توانست اینطور فکر بکند که پدرش به اندازه کافی به او نان نداده و نمی‌تواند او با برادر خود تقسیم بکند؟ کدام قسمتش؟ بله عزیزان، آن را باید با برادر کوچک خود تقسیم بکند. نان و ماهی تنها مثال‌هایی از چیزهای زیادی است که پدر آسمانی به ما عطا کرده که ما می‌توانیم آن را با دیگران تقسیم بکنیم. حال در فهرست پایین کارهایی را که ما می‌توانیم انجام بدهیم به دیگران و می‌توانیم عملاً محبت خود ما را به دیگران نشان بدهیم را ما علامت گذاری می‌کنیم عزیزان. از الف، کمک در مواقعی که دیگران بدان احتیاج دارد. ب، تبادل اخبار برای ترساندن دیگران. پ، تبادل اخبار خوب برای تشویق یکدیگر. ت، ایراد گرفتن از نحو عمل دیگران. س، بخشیدن حتی اگر دیگران به شما نقص و ضرر می‌رسانند. ج، تمام صبح را صرف آرام کردن بچه‌های مادری نمودن که ترسیده‌اند. چ، برای پیدا کردن کارهایی که نیاز دارد دیگران. برای پیدا کردن کار به کسی که نیاز دارد ما باید کمک بکنیم. حال به نظر شما کدام یک از اینها را ما میتونیم عملاً محبت خود را توسط از اینها نشان بدیم؟ بله عزیزان، ما میتونیم در موقعی که دیگران به کمک ما ضرورت دارند ما باید برشان کمک بکنیم و همچنان تبادل افکار خوب که ما میتونیم دیگران را با تشویق بکنیم همدیگر خود را بناه بکنیم و دیگر بخشیدن کسانی که حتی به ما ضرر میرسانند عزیزان، ما باید اونها رو ببخشیم و بخشنده باشیم و همچنان برای پیدا کردن کار با یکدیگر باید کمک بکنیم عزیزان. انجیل مقدس میگوید ما معنی محبت را درک کرده ایم زیرا مسیح جان خود را به ما فدا کرده. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16. آن گرانبهاترین چیزی که عیسی مسیح برای ما داد و محبت و عشق خود را به ما نشان داد توسط از او چی بود؟ عیسی مسیح جان خود را داد. جان خود را برای ما داد. بله عزیزان، عیسی مسیح جان خود را برای ما داد. بزرگترین مثال و بالاترین نمونه عشق چه کسی است؟ بله عزیزان، عیسی مسیح. انجیل مقدس به ما میگه که عیسی مسیح جان خود را به خاطر ما داد. اگر پدر آسمانی ما خدا باشد و دو دلیل و علت را که دیگر ما نباید از خود ناراحتی نشان بدهیم چیست؟ در این درس ما قبلا خواندیم دلایلی که ما نباید نگران این چیزها باشیم چی ها بود؟ اول چی بود؟ ما میدانیم که خداوند و پدر آسمانی ما میداند از احتیاجات ما. پدر آسمانی ما از احتیاجات ما میداند. دیگر دومی که چی بود؟ پدر آسمانی ما هرگز ما را ترک نمی کند. هرگز ما را ترک نمی کند عزیزان. بر این طریق لذت و شوق مورد استفاده بودن و عضویت در خانواده الهی را می توانیم بدهیم. بله عزیزان، ما در این درس شناختیم که خانواده ما کی است، پدر آسمانی ما کی است، خواهر و برادران ما کی است عزیزان. پس درس ما در اینجا به پایان رسید عزیزان و این آزمایش هست که شما می توانید بعد از پایان هر درس یا آزمایش می باشه و شما می توانید بنویسین، خانه‌پوری بکنید و دوباره به ما بفرستین. تشکر از اینکه وقت دادین و با ما بودین عزیزان. روزتان، شبتان بخیر. شما رو به خداوند میسپاریم.